با سلام و درود به همه عزیزان. شب روز بر همه دوستان خوش. برنامه کوتاهی رو هم امروز سعی میکنیم داشته باشیم توی ارتباط با وقایعی که داره صورت میگیره در ایران. قبل از هر چیز ما صدا رو چک میکنیم. از حضور شما صدا ظاهرا اوکیه. اوکی، ببخشید. یه برنامه کوتاهی رو خواهیم داشت تو ارتباط با وقایعی که در ایران داره صورت میگیره و اون حملاتی است که به ایران تو شهرهای مختلف کم و بیش همه میدونیم یا صورت گرفته، یا اما به هر حال میزانش امروز کمتر شده، اما همچنان این مسائل هست. حول و حوش این یه صحبتی رو میخوام داشته باشیم. قبل از هر چیز اونایی که حرفی برای گفتن دارن اما اگه جدی هستن جدی هستن توی تاریکی میخوان سنگ پرت نکنن، میتونن بیان توی برنامه ببینیم توانشون چگونه است، ملیگرایی رو چگونه میفهمن، وطن پرستی رو چگونه معنی میکنن و اختلافشون با من و ما نوعی ها به طور اصولی چیست اگر جدی هستن. اما اگر میخوان در خاموشی با یه آیدی مخفی و اسم فیک و بدون چهره و حرف بزن، خب نه جدی قلمدادشون نمیکنم. به خاطر همینم بخش از ایمیل هایی که من پاسخ نمیدم علتش اینه دیگه. ازش عبور بکنیم. صحبت اینه که آقا هدف اصلی اسرائیل توی این حملات چیست؟ درکم رو من سعی میکنم مختصر تا حدودی توضیح بدم. این توضیح از مبنایی است که تا الان مشاهده شده، یعنی خود حملات، چگونگی حملات، یعنی اون مکانیزم هایی که وارد شده، تا حدودی میشه تصور کرد که در اصل اسرائیل یا غرب به عبارتی تو این مرحله دنبال چیست. من در دیروز در فایل گذاشتم اشاراتی داشتم که شرایط فعلی، نقطه ای که امروز ما ایران یعنی باهاش مواجه شده و مواجه هست، یک نقطه عطفه. نقطه عطف معنی داره دیگه. من یه توضیح کوتاهی در رابطه با خود این کلمه به نوعی عطف یا نقطه عطف بدم که منظور رو، مقصود رو روشن کنه. به طور کلی ما انسان ها در طول زندگیمون خب روزهای شاید به ظاهر تکراری هم داشته باشیم، فقط شنبه، یه شنبه، دوشنبه، فرضاً جمعه نباشه. یه وقتهایی هست، توی یه نقاطی هست که این شنبه یا این پنج شنبه یا این دوشنبه یا اون لحظه معین سرنوشت ساز میشه، تعیین کننده میشه. بسیار اون روز، اون ساعت، اون لحظه بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. اون تفاوت اینه که زندگی ما در اون لحظه، سرنوشت زندگی ما در اون لحظه، در اون نقطه در حال یک تغییر کیفی است. فعلا اون تغییر کیفی رو
ضرورتاً به معنای بار مثبت ما میتونیم در نظر نگیریم، میتونه بار منفی هم داشته باشه. یعنی اون لحظه مشخص، اون لحظه ای که به وجود اومده که من و ما نوعی باید تصمیم گیری بکنیم، باید انتخاب بکنیم و اون انتخاب در سرنوشت آتی ما، سرنوشت آینده ما بسیار 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 نقش بازی میکنه. یعنی اون حساسیت رو ما داریم به نوعی برجستش میکنیم، مثلا بزرگش میکنیم. مثالای متعدد میشه زد. هر کسی میتونه توی طول عمر زندگی فعلیش اون نقاط حساس، اون نقاط سرنوشت ساز که وقتی که فلش بک میکنه، به عقب برمیگرده، یه نیم نگاهی داره، وقتی که میخواد قضاوت بکنه معمولا میره تو اون نقاط حساس، توجه میکنه که اگر اون عمل رو، اگر اون انتخاب رو، اگر اون قرارداد رو، اگر اون مسئله رو من انجام میدادم یا انجام نمیدادم یا خلاص اون عمل، اون فعل رو انجام میدادم، این مسئله که امروز باهاش مواجه هستم، مواجه یا نمیشدم یا مواجه میشدم. نقطه عطف این مسائله در رابطه با این موضوعات. ما هر روز شاید نقطه عطفی هم نداشته باشیم به طور کلی بخواه نگاه کنیم، اما لحظاتی به وجود میاد. چرا یه توضیح بازم خواهم داد که خود این لحظات چگونه اصلا به وجود میاد. تو اون لحظه چیه؟ سرنوشت سازه. یه مثال ساده تر باز بزنیم برای تفهیم، تفاهم. علتی که این توضیح رو من دارم میدم، من چندین ایمیل یعنی گرفتم توی برنامه ایمیل، یعنی اون کامنت ها منظورم نیست، خود ایمیل و بعضی هم توی واتساپ، چون که تلفن منو دارن عزیزان، به نوعی سوال رو مطرح کردن که دقیقاً نقطه عطف منظورش چیه. ببین عزیزای من، خوب من میخوام ساده سازیش بلند بکنم. حتما شما، همه شما عزیزان خوب، در زندگی خود درسی هم خوندید دیگه، فرض رو میزن. نقطه عطف فرضاً اون پروسه به کلاس رفتن هم، مدرسه میتونه باشه، دانشگاه میتونه باشه، الی آخر چه نقطه؟ نقطه امتحانه. اون نقطه حساسه که بالاخره فرضاً اون 3 ماه، اون 4 ماهی که فرضاً ما توی مدرسه، تو دانشگاه رو هر چی حضور داشتیم رو حالا باید آزمایش بس بدیم. یعنی خودمون رو نشون بدیم، خلاصه به سنجش قرار بگیریم در نگاه و نظر مربیمون، معلممون، استادمون و غیره. یا به خصوص امتحانات آخر سال هست فرضاً، سرنوشتمونه دیگه. آیا ما میتونیم پاس کنیم اون دروس رو، اون درس رو، اون سال رو یا نه؟ مسائل اینجا هست. هر روز ما داریم میریم مدرسه و میاییم، اما یک نقاطی هست که مسائل نهایتاً که جمع شده تو اون پروسه رفتن آمدن هامون، انباشته شده، حالا باید چیکار کنه؟ خودشو نشون بده دیگه، بار خودش رو زمین بذاره به قولی خودمون. اونا نقطه است. این یک. مثالای متعدد میشه زد، از انتخاب دوست، انتخاب رفیق، انتخاب همسر. بستگی داره دیگه، بستگی داره. قراردادی که داریم می‌نویسیم، خانه‌ای که شاید بخوام بخریم، حالا بستگی داره که ما تو چه موقعیت، یعنی به نوعی تو چه پوزیشنی هستیم دیگه، که اشتباهات ما چه ضرباتی میتونه یا ضربه ای کوچک یا بزرگی رو به سرنوشت آینده ما، حالا به لحاظ مالی میتونه باشه، مثلا جانی میتونه باشه، مسئله عاطفی میتونه باشه، وارد بکنه. اگر اون نقطه ای که
این درجه، این میزان سنگینی رو داره تو این زمینه‌های مختلف، عاطفی، اقتصادی و میتوان گفت یک نقطه عطفه سرنوشت ساز توی بعدی در رابطه با آینده زندگی من و شما. اما اینی که خود نقطه عطف چگونه شکل میگیره، این باید به صورت یه توضیح باز کوتاهی داد. ببین نقطه عطف باز مقولی معروف مادی بخوایم حرف بزنیم تا عینی تر باشه، تا ملموس تر باشه، قابل فهم باشه دیگه، بحثای ذهنی نکنیم. فقط نقطه عطف گرم کردن آب چه نقطه‌ایه؟ نقطه جوشششه دیگه. موقعی که دیگه قلقل میکنه، موقعی که دیگه به جوش میاد، اون نقطه جوش، اون نقطه غلیان از کجا میاد؟ از یک پروسه آهسته است که گرما وارد میشه به نوعی به آب یا ورود میکنه به آب، به تماسی که به هر حال به هر طریقی ایجاد شده این گرما و فرزن آب، و این عمل تدریجی و این تأثیر تدریجی در یک نقطه باید چیکار بشه؟ نهایت خودش رو، ماکسیموم خودش رو نشون بده. یعنی میخوام چی رو برجسته بکنم؟ نقطه چگونگی رسیدن یا به نوعی نقطه عطف رو نشون بدیم دیگه. حالا میگم مثال مادی من دارم میزنم، یه مقدار عینی تر. شاید این مثال ها در حوزه انسانی که مسئله انتخاب هم باز وجود داره خیلی دقیق نباشه، اما خیلی نزدیکه برای تفهیم تفاهم، چون جوهرش رو من دارم درست میگم به هر حال. چون این نقطه عطف خود انسان ها، این نقطه تکامل و تدریجی رو و عبور پروسه‌ای رو خود انسان ها توش دارن نقش بازی میکنن دیگه. اینو باید توجه کرد. اما در حوزه طبیعی یا طبیعت بی اختیار به نوعی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ روش عمل بکنیم. یعنی انسان رو طبیعت میتونه چیکار کنه؟ عمل بکنه، تأثیر بذاره. حالا آخر ورود به اون مسئله نمیخوام بکنم. میخوام بگم که مسئله خود نقطه عطف از پروسه گذشته نشأت میگیره. یه دفعه نقطه عطف به وجود نمیاد، یک دفعه یک مسئله بزرگی رو ما باهاش مواجه نمیشیم. خب درس نخونده باشیم، تجربه کسب نکرده باشیم، خب توی امتحانم مردود میشیم. پروسه نقطه عطف هم خب مردود هم میشیم. اون چرخش، اون نقطه عطف هم چیه؟ میتونه به ضرر ما هم تموم شه دیگه. یعنی میخوام بگم نقطه عطف ها بر اساس پروسه گذشته است که شکل میگیره. اون پروسه گذشته رو باید بهش توجه کرد. این دو تا نکته خیلی مختصرم توضیح دادم، میشه بیشترم توی مسئله ورود کرد، توضیح داد، چون مبنای بیسیک داره، مبنای به حال نظری داره که اینا رو باید متوجه بشیم. اگر گفته میشه، اگر گفتمم ایران توی نقطه عطفی هست یا یک مقایسه ای رو کردم، گفتم در یک زایمان سختی است، ایران در یک نقطه در حالت زایمان سخت است، تا حدودی هم توضیح دادم. ببین نقطه عطف رو همونجوری که گفتم ما باید تو پروسه گذشته توجه پس بهش بکنیم دیگه. پروسه گذشته ایران با همه فراز و نشیب‌هاش بحث استقلال بوده. اساس قضیه استقلاله. درد جهان سرمایه‌داری، جهل کشورهای امپریالیستی در رأسش امریکا بحث استقلاله. موافقت، مخالفت، تعرض، کودتا، بعد در رابطه این مسئله است.
جهان سرمایه‌داری اساساً استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی در نهایت حالا برای کشورهای دیگر را تا جایی که بتونه، تا جایی که بتوانه تخریبش بکنه. شاید به حرف، به بیان، نظر این حرف رو نزنه، از حقوق دموکراتیک، دموکراسی، چه میدونم، احترام به جغرافیای سیاسی رو مطرح کنه. اینا خب ظاهر قضیه است، در عمل داریم میبینیم. آخه پس استقلال مشکل اساسی برای کشورهای مثل کشورهای امپریالیستی. چرا؟ اساسشون روی غارت، خب استواره، اساسشون روی چپاول، تاراج، سوء استفاده، استثمار، سود بیشتر با مدی آقای ریکاردو، آقای آدام اسمیت، سوار دیگه. همه چیز بارها گفته شده، همه چیز در مسئله سود باید دیده بشه. کودک کشته بشه، کودک کشته نشه، ساختمان ریخته بشه، ریخته نشه، سود داستانش چی میشه؟ اون سودی که اونها دنبالشن. پس ما با یک دنیای به اخلاق مدار تیتیش مامانی خلاصه همه چی به وسیله معرفت و اخلاق و دوستی و قرارداد و اعتماد و نیست، متاسفانه نیست. یکی میگه هست، میگم خب نشون بده. تعهدات رو کیا میشکنن؟ اتفاقا قدرت های بزرگ که نگاه امپریالیستی به جهان داره. برید همین امریکا رو برید توی 200 سال گذشته نگاه کنید، بالای 800 به بعضی میگن 400 تا، بالای 800 حدودی، بالای 800 تا پیمان نامه با همان سرخپوست های بومی آمریکا امضا کرده بودن. تازه این رفتن از اروپا به قاره امریکا. بومی هایی که مارکوپولو میگه اصلا اسلحه نمیشناسن، چیزی به نام اسلحه اصلا اینا رو ندیدیم تو دستشون، همش با محبت و دوستی و نمیدونم احترام ما باهاشون مواجه بودیم. که خب غربی ها، اروپایی ها، به خصوص انگلستان، آدم ساده لوحی رو اونجا ما داریم که جهان رو، ماها رو این شکلی میبینه دیگه. که رفتن و داستانهاش رو جای خود داره، اتفاقاتی که خود بحثای خودش رو داره افتاد. اما ما پیمان نامه و عهدنامه و اینا شروع کردن، تک تک این پیمان نامه ها رو نقض کردن. این آمریکا که همینجوری که شکل نگرفته، که ذره ذره، تیکه تیکه، همین ایالت هایی که ببینی بعد نگاه کنید دیگه، حالا 50 چند تاست، 51 2 تا 5 تا همین هولوش هاست. و توجه کنید اینا به مرور به وجودش آوردن با سرکوب و نابود کردن بومی های امریکا. میخوام بگم ما با یه همچین جهانی مواجه هستیم. یعنی شما، من و شما در قبال زور و قدرت هر چقدر سازش پذیری رو، تمکین رو بپذیریم، بیشتر ذلیل‌تر میشیم، تو سری خورتر میشیم، بهای بیشتری رو حتی باید بپردازیم. اینا واقعیت هاست. یعنی عدم مقاومت، بهایی که میپردازی به مراتب بیشتر از این موقعی که مقاومت میکنی. اینا یک سری اصوله که یعنی پایه است، در نظر نگیریم نمیتونیم، نمیشه، نشدنیه.
وارد مباحث دیگری بشیم توی دنیای فعلی. توی این دنیای فعلی در مباحث دیگر در رابطه با کشورهای دیگه داریم صحبت میکنیم، قدرت‌ها رو داریم در ارتباطش گفتگو میکنیم دیگه. اینا پایه است. ببین ایران بحث استقلاله. سعی کرده تا امروز حداقل بعد از انقلاب 22 بهمن در حوزه انقلاب سیاسیش حداقل به تلقی من پافشاری و استواری داشته باشه. فراز و نشیب‌ها رو هم تا به امروز گذرانده. اینا رو باید توجه کرد. وارد تمام جزئیات نمیشه شد، موقع بحث خیلی طولانی میشه. الان نقطه چیه؟ امتحان نهایی است. نقطه چیه؟ که قبول میشیم یا رد بخوایم بشیمه. میشه وارد تحلیلش شد. یکی میگه نه رد میشه، یکی میگه نه قبول میشه. بالاخره نمره قبولی رو خواهد داشت. 20 نشه 15 رو گرفته. بالاخره قبول میشه. یکی میگه نه. اینجا بحث استدلالی میشه دیگه. بحث استدلالی بحث فهم توازن قدرت باز میشه. این که ما شعار بگیم، ما بگیم الله اکبر، اون میگه دونم یه حرفا، بحث این چیه؟ بحث قدرت. الان نیروی مادیه. به خاطر که این رو متوجه باز بشیم، بحث شناختیشون که به وجود میاد، بحث اینه که خود اسرائیل تو این نقطه چه بازی داره میکنه، چه محاسباتی رو کرده، چه محاسبه ای رو دارد، یعنی به نوعی استراتژیش چیست. اینو تا حدودی باید شناخت. اما اینکه این نقطه عطف از دید من همینجوری میگیم نقطه عطف، نه. خب 46 ساله رو وایساده، بالاخره شعار نی، داد و بیداد نی، ادعا نی، چه میدونم حرف پوچ نی، که بالاخره همه پوچی و قارتاقبازی و مردم فریب باشی که به این نقاط نمیتونه برسه. که هوش ملیگرای مبتذل هم یه بحثی رو خواهم دار، حالا اگه شد امشب، نشد شب دیگه، در رابطه با همین مسئله جنگ و ما چه موضعی باید داشته باشیم. موضع درست، موضع ملی، موضع انقلابی، حتی چیز بر اساس تبیین و تعریف بنیادی حتی خود ملیگرایی یا حتی انقلابی. همینجوری که نمیشه گفت ما انقلابیون، اونم که ما انقلابیون. بعد میبینید دو تا انقلابیون وقتی که توضیح میدن، توضیحشون با هم 180 درجه چیه؟ متفاوته. اما یک کلمه به نام انقلاب و انقلابی رو هر جفتشون آویزون گردنشون کردن، اما با دو محتوای متفاوت و مختلف. ببین اسرائیل بحثش الان بحث چیه؟ یعنی صهیونیسم بحث موجودیت شده، بود و نبودشه. یک ضربه مسئول این حرفا باز قبل از هر چیز منم نظرمه، یه ضربه امنیتی هم خورده. درسته، هیچ ادعای حرفی نزد، موزگیری خاصی نکرد، سعی به روی خودش نیاره. خیلی طبیعیه، نباید این کارو بکنه. و اون تخلیه اطلاعاتی بوده که ایران اعلام کرد. کم یه هفته پیش بود، 10 روز پیش بود، که رسانه‌های داخل ایران، مقامات اطلاعاتی ایران هم اینو چیکار کردن؟ اعلام کردن. این یک میتونه واکنشش از این زاویه هم قابل تأمل باشه، دید من. یعنی میشه فهم کرد که این دیوانگی و دستپاچگیش و داستانهایی رو داره. من دیروزم یه نقل قولی کردم، آقا یه طرف گفت آقا کسایی که خیلی قید و قال و داد و فریاد بیش از حد میکنن، مطمئن باشید که
چیزی رو میخوان پنهان کنن که اون چیز اون ضعفشونه، میخوان اون دیده نشه. با این داد و فریاد و ورزن حالا توی بوزی مثلا همین جنگ و دعواهایی که راه میندازن یک ضعفی رو میخوان سعی بکنن اون پنهان بمانه، توجه به اون نشه. این هم یه نکته آقای مارکس هم میگفت اینو دیگه، آقای کارل مارکس. حالا ازش عبور بکنیم. جریان غربگرا تصوری که داره، حالا این تصور از کجا اومده باز جای خود بحث خودش رو داره، که بخشش رو حداقل من فکر میکنم تو ارتباط با جریان اصلاح طلب یا همین غربگراها میتونه به وجود اومده باشه و تحلیل های این شکلی که خودشون حالا به هر دلیلی بهش رسیدن که حتما در ایران نارضایتی به سطحی هست، به میزانی هست، خلاصه بالاست، یعنی درجه نارضایتی در بالاترین سقف هست و رابطه مردم و حاکمیت بسیار بسیار و بسیار ضعیف، یا حداقل میگیم در شکننده ترین نقطه قرار داره. بر اساس این تحلیل اگر بتونیم، من الان تو دستگاه غرب دارم ایران رو تحلیل میکنم، یه همچین تصوری دارم که گفتم بالا با پایین در شکننده ترین نقطه هستن. آمارهام که خب یه سری هست که خب گرانی هست، تورم هست، نمیدونم مسائل این شکلی هست. اگر ما بتونیم، یعنی غرب بتوانیم ضربات امنیتی بزنیم، دو ناامنی رو تو این ضربات امنی تو بخش اجتماعی ببریم، سه به اعتراضات اجتماعی منجر میشه این جامعه. شما اگر توجه، اگر فعلا دید من حداقل تلقی من، رو توضیح خواهم داد، دو حرکت توی این برخوردی که اسرائیل داره دقیقا همین اثبات میکنه. یعنی یه جا فرماندهایی رو زده که تواناییش رو به رخ بکشه به لحاظ اطلاعاتی، بعد مسئله چیه؟ ناامن کردن به قولی خودشون سراسر ایران، شهرهای بزرگ و هر چی. با چه مکانیزمی؟ با همین بالگردها. نهایت این باید چی بشه؟ از دید اینها به یک شورش یا به قولی معروف به یک اعتراض گسترده بشه که خلاصه در نهایت حاکمیت رو به زیر بکشن. حرفایی که آقای نتانیاهو قبل از اینکه بره به قبرس، چون میگن هواپیما تو قبرسه، هواپیمای نخست وزیری آقای نتانیاهو، چون ویژنس دیگه قبرس، این حرفو زده که ما میخوام حاکمیت رو اصلا کله پا کنیم. آره. پس ببین مسئله اینجاست. اگر توجه کنیم، تا که من دنبال کردم اخباری که در همین سطحی که خیلی از شما هم حتما دنبال میکنید، برای این سطح دیگه همون کانال ها، همون چه داخلی چه من سعی کردم در خارج از خبرگزاری خارج از ایران هم توجه کنیم دیگه. بله، نه پایگاهی داره تو خود قبرس. قبرس رو که ایران به رسمیت نمیشه، قبرس ترک زبانن دیگه، داستان داره با یونان، اما تو قبرس پایگاه دارن، اینو داشته باشیم. اما میخواد برن
یونان که هنوز فکر می‌کنه قبرس مال خودشه. حالا اینو داشته باشید فعلا. نکته اینه که تا جایی که من دنبال کردم، به این مفهوم که میگم دنبال کردم نه که انکار بکنم، هواپیماهای خارج از مرز ایران ورود کردن به حریم مقدس ایران. این رو من نفی نمی کنم، تعداد رو من کار دارم. یعنی در کنار این پهپادهای کوچک به نوعی هم بخواد چیکار کنه، بگه مسئله حالا توضیح میگم از نگاه من تروریستی نیست، یک توانمندیه. یعنی به جوری بگم هواپیماها دارن این کارا رو میکنن، مثلا این عملیات رو، این خونه رو، اون مدرسه رو، اون چه بدونم پایگاه رو حالا به نوعی بمباران کردن. که تا الان اینجوری که اخبار به هر حال گفته، عکس و فیلم هاش هم اومده، سه تا هواپیمای میرم F-16 F-35 کدوم. من تو حوزه نظامی تخصص خاصی ندارم. ایران خلاصه گذاشته تو کاسهشون دیگه ها، سقوط کردن. که حالا میگن یکیشون انگار خانومی هم بوده، چتر نجات رو زده که گرفتن، یکیش هم که به هر حال دنبالشن، اینجوری که میگن که توی جنگل ها هست، حالا کجا هست رو پیدا بکنن. حالا بعضی اخبار هست که میگن که مثلا سگ های جستجوگر رو خلاصه فرستاده، باشون همراهی دارن میکنن که پیدا بکنن. یه خبر دیگه هم هست که حالا من پیشنهاد کردم که چرا سگ فرستادن، اصلا آقای ظریف رو بندازن جلو پیداش میکنه، چون اینا میدونن کجاست احتمالاً طرف. سگا هم نمیخواد خسته کنه. توی دولت آقای مسعود پزشکیان سگ‌هایی رو ما داریم که این سگ‌های، این حیوان‌های نجیب، الان من بهشون حتی میگم، به لحاظ شمه پیدا کردن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، سگ‌ها باید از اینا یاد بگیرن تازه. یعنی مسئله بویاییشون رو این سگ‌ها باید از اصلاح طلب‌های ما یاد بگیرن. اینم بهتون بگم، سگ احتیاجی خود آقای ظریف و یا رو ارزلوباشای مثل نیلی و حجاریان ها رو اینو بدونم تو اون جنگله، دو سو پیداشون میکنه سگه. این سگا رو منظورم که اون طرف کجاست الان. حالا یه مزاحی بود، اما اون سگ ها رو فرستادن، جدی گفتم که حالا ببینن کجا هست و پیداش بکنن. اون خبر ندارم، اما در حال جستجو هستن. نکته من اینه، اون سومی رو نمیدونم حالا خود خلبان چه سرنوشتی پیدا کرده، با سقوطش کشته شده نشده، اونا من اطلاع تا این لحظه ندارم. اطلاعات منم بیشتر از خبرگزاری‌های مشخص در داخل هست. خیلی واضحه میگن و خبرگزاری ما میدونیم که دارن اینا مستند، خبرگزاری داخل، صدا و سیمایی هم، رسانه‌های داخلی هست که آدم میتونه واقعا چیکار کنه، بعدش پاسخگو باشه. میگوین و یکی گفت و من الان خودم اونجا وایستادم دارم میبینم این خبرها رو، من باهاش آشنام، دنبال میکنم، اما نمیشه مستند به اصطلاح بهشون تکیه کرد. یعنی واقعا درسته، میتونه یه بخش‌های درست باشه، اما توی یه بخشش هم اشتباهات فاحش هست و بدونیم که طرف مقابلمون کیه که این حرفو داره میزنه. بالاخره یه سری دور هم جمع شدیم، اسم سایتمون رو گذاشتیم خبرگزاری نمیدونم چی. اینا چی ان رزومهشون چی هست، شناسنامهشون چی هست، کی بودن. این خیلی نکته مهمیه دیگه، حتی برای من مهمه. بخاطر من به خبرگزاری های توجه میکنم که شناخت کافی رو ازشون داشته باشم. حالا بازم از این عبور میکنم. نکته اینه که
تا اونجایی که گفتم دنبال کردم، اساس ضرباتی که اسرائیل وارد کرده امنیتی بوده، داخلی بوده، از هوش مصنوعی و نفوذی ها به طور ویژه، حالا اشاراتی خواهم کرد، استفاده کرده. باز توجه کنید به لحاظ فنی اینجا بحث این نیست که هواپیمایی نیومده، اما میزان اون هواپیما با این اعمال یکسانی. اون رو برای ایجاد اتفاقا این شبهه ایجاد کرده که از بالا داره میزنه، یعنی از با خود هواپیماها داره ضربه میزنه، یعنی اون پوشش هوایی که اعلام میکرده به همین راحتی ازش ما عبور کردیم. به این صورت نبوده. یه تعدادی اومده، من نقد نمیکنم، اما به این 200 هواپیما اومده تو داخل ایران میشه جو سازی. 900 تا هواپیما فرستادیم، اینا جو سازی. اینا نکته است که ذهن رو چیکار بکنه؟ داغون کنه دیگه. یعنی بگه آقا ناتوانی، نمیتونی. ببین خامنه ای، سپاه، نمیتونی. درجه داراتون هم که زدیم، حتی مکان و جاهاش هم ما میدونستیم دیگه، مثلا به نوعی دیگه برتری اطلاعاتی ما در سطحیه که میتونیم. میخواد اینم القا بکنه دیگه. این القا رو باید با شکل مناسبی که انتخاب میکنم چیکار بکنه؟ تا حدودی مچ باشه دیگه، بخونه. یک فضای هواپیمایی، ورود هواپیماها نمیدونم 200 تا 700 تا رو مطرح بکنه. از اون برم این تخریبا رو تو داخل میبینیم. میگم ببین همه جا اینا مسلطن، اما در اصل اگه توجه کنیم این حرکات ها حرکات امنیتیه. امنیتی که به نوعی به یک سری شاخص های حاکمیت، به خصوص نظامی ها، هر کس نظامی هم اکثرا زده. توی دستگاه نظامی من دارم اینجا بحث بکنم، شهروندم اینجا کشته شده که هستن که تفلک و شهادت رسیدن. هدف اونجاست در ادامه این عملیات ناامنی اجتماعی رو هم دامن بزنه. که کدوم تحلیل درست در بیاد؟ اون تحلیلی که مردم در سطحی نارضایتی دارن که این عنصر خارجی، یعنی حملات، این جوشش رو، این خروش رو، این خلاصه اعتراض رو گسترده میکنه و در نهایت حاکمیت هم خلاصه به نوعی سقوط پیدا کنه. تحلیلش اینه. به هر حال من چیزی که دیده شد، مشاهده شد رو در شما. به هر حال تهران دیروز، امروز فکر میکنم بودن، از 3-4 میلیون ریختن تو مردم هم اینجوریه. حالا برای اعتراض بود، در رابطه با مسائل مذهبی خودمون بود، عید بود به نوعی، اما توی همچین شرایطی هم اتفاق افتاد. خیلی چیزها رو روشن میکنه، اینجا رو باید توجه کرد. اما اصل قضیه ضربه امنیتیه. این رو باید گفت. الانم بحث این نیست که بعضی رو من دیدم تو این سایت مایت ها شروع کردن. ما گفتیم، ما میدونستیم، ما هشدار دادیم، ما توی لندن، از توی کالیفرنیا، از توی نمیدونم لس آنجلس، از توی چه میدونم هامبورگ، از توی سیدنی استرالیا گفتیم این آقای خامنه ای نپذیره. با حرفای یه وقت امیر احمدی هم میاد میزنه تا این یارو مرتی که در پیتی به نام فرامرز دادرس، گونده گوز، رو 20 سالش بوده، اومده میگه من نمیدونم فرمانده ارشد بودم، کت کمری بغلم بوده. آخه بگو مرتی که حالا علاوه بر شده ملیگرا، تازه ملیگرای چی؟ شاپور بختیاری که اچون مثلا صدام حسین میخوردن ها. با صدام حسین
همکاری کردن و یکی از عوامل و تهییج حمله عراق در 31 شهریور 1359 آقای شاپور بختیار بود و ایلو طایفای همین فرای پهلوی و یاروشون هم اویسی بود و اینا بودن و پالیزبان ها بودن و حالا این فرامرز دادرس ما میخواد اینجا نقش ملیگرایی هم بر خودش نشون بده. حالا تو یارو سایت دوستمون حالا کلیج واژه هست، یه همچین اسمی داره، همه چی توش هست دیگه، میدون باربریه، پرتغال رسیده توش هست تا انار گندیده. آره همه چی توش پیدا میشه. بعد یه همچین آدمی بیاد اونجا بشینه برای نیروهای مسلح ما کری بخونه. تو این شرایط بشینه اونجا اره گوزبازی در بیاره. من نمیخوام مثل واژه های اون مرتیکه الدنگ آشغال وطن فروش استکهلمی که قبلا چه بدونم باد بزنه رجوی بوده رو استفاده کنن. اما آقای دادور صندلی تو هم باید بشناسی. تو چیکار حسنی تو چوشونه تا 7-8 سال پیشم که میرفتی ایران رو میومدی تو که حالا نشده اینجا زرخپل میرم شیشه امنیتی بودم. بس کن دیگه. هر بار میشینه روبرو تو کامپیوتر پشتش یه دونه عکس. حالا ما میدونیم سیستم چجوریه. میخوام من پشتم بذارم یه هتل هایت بذارم که الان فکر کنم توی هتل هایت نشستی. میخوام بذارم بهترین هتل گراند هتل مثلا توی نیویورک بذارم همین پشتم بک‌گراندمون. این فیلم ها برای ما که دیگه در نیاد دیگه. همیشه تو نت ها. بعد میخوام بگم من با لحاظ امنیتی هر دفعه یه جایی هستم که من هیچ کی نشناسه. زره محبت بشین اینجا بخوام گندگوزی بکنی تو که برای این مملکت یه دونه چک هم نخوردی تو. ببین آقای دادرس، آقای امیر احمدی ها، امثال شما ها یک دونه کشیده تو گوشتون نخورده، اما تو صورت ما خورده. با این حال از ایران هم دفاع میکنیم ها. آثارش هنو هست ها. گوشش اینا اینجا رو میبینی؟ با این حال از ایران داریم دفاع میکنیم ها. پاریس یارو نشسته اونجا میگه فرمانده های پاریس این حرف رو نمیزنن. انگار مثلا فرمانده های ما باید مثل ژنرال های فرانسوی مگه باشه. مردی که گوزو شارلاتان این زرت و پرتا چیه؟ معنیه که فرمانده های ما نباید مثل جنایتکارهای مثل اینا باشه. فرمانده های وطن پرست ما وسط میدان به شهادت میرسن. اولاق یک دونه این فرمانده های سنتکامتون بگو که توی عراق اون جلو ایستاده بوده. ببین توی دستگاه این احمق، دستگاه فکری این احمق، آموزش هایی که تو دوره اون موقع که جوان بوده که چه بدونم داشتی چون شاه رو بقول لیس میزده با همون معیاراست. فکر میکنه فرمانده ها باید اون عقب خودشونو قایم بکنن، یه پونس به پاشون نره، کشته نشن، زخمی نشن، دستگیر نشن، هیچ چیشون نشه. خب بیشعور اولاق نفهم. این همان دستگاهی تو خودت هم با خودت داری چیکار میکنی؟ حرفی رو میزنی که عمل نمی کنی. تو جایی نشستی که خطر تو رو تهدید نمیکنه، دهن رو مثل گاله، ببین مثل گاله وا میکنی، هر چی که دوست دارید میریزی. فکر میکنی سر توالت نشستی، هر چی که هست با تخلیه بکنی. آخه گاو میش. اگر ایران پایگاه توده ای داره، اگر هنوز تونسته خودش رو نگه داره، چون که فرمانده هایی رو در
مقدمترین صحنه جلوی چش مردم قرار داده، مورد آزمایش قرار داده، یک جاهایی به شهادت رسیدن که این اعتماد کسب میشه. بیشعور اگر جایی که به درسته میگی رضا پهلوی ها نمیتونن، رجوی های جاکش سیاسی نمیتونن، یا این چپ نماهای در پیتی دوزاری نمیتونن، علتش که تو صحنه نیستن. یعنی اصالت دار بودن یک جریان انقلابی اینه که خب چرا فرماندهش کشته شد، از اینجا نمیتونی شروع کنی. کشته شدن یا به شهادت رسیدنش نشان دهنده اصیل بودنش هم هست، پایدار بودنش هم هست، ریشه دارا بودنش که میشه اجتماع هست، نه عکس. احمق هارتوپوت دارن میکنن، اوزگر آب میخوره، نگاه بکنه همه کارشون نمایشی چونده ها، آب که میخوره، نمایش لیوان ما یه دونه دستمال توی جیبش در میره. مسخره بازی چیه؟ تو لبتو ولش کن، مواظب زرت و پرت حرف زدناتون باش. من تو که جاکش تو گوه میخوری به فرماندهی ایران اهانت میکنی، هم تو هم امیر احمدی. تا دیروز رفیق و یار تویتا پارسی ها بودن، رفیق و یار جواد ظریف بودن، حالا برای ما شدن چی؟ ملیگرا، کوره، چه میدونم قصه. این انتاپالاها، این چسکولابی ها برای ما شدن حالا ملیگرا. نه سرشون معلومه، نه تنبتون کوری خونی هم هستن که مردم باید به اینا گوش بکنن. آقا به چیه شما گوش کنن؟ برای یه چی اصلا باید اعتماد بکنن؟ آخه رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ چه گوهی دارید شما ها میخورید آخه؟ تو آتشی، تو خونی، زیر بمبارانی، توی قحطی هستی، تو چی هستی؟ داره تو پاریس نشسته، آقا تو پاریسه، اون یکی تو لس آنجلسه، عکس و فیلماشو که میذاره میخواد تلویزیون نمیدونم 26 اینچیش رو شروع کنه، ببینم 55 اینچیش رو. خبر جدیدم رسید دمشم که گفت خامنه ای پخت برای انقدر هایپرسونیکا دارن میرن، نصر من الله و فتح قریب، انا فتحنا فتحا مبینا. چوبی توی آستین آقای نتانیاهو کنه که به عمش بگه پرویز. حالا تماشاییه. ببین امنیتی رو بزنه و بتونه ناامنی گفتیم اجتماعی رو هم چیکار کنه، دامن بزنه. یعنی میشه ساختمون میزنه، آدم معمولی میزنه، بیمارستان، آمبولانس و غیره رو میزنه که او تصور به شورش اجتماعی منجر بشه. اینجاها رو باید دقت کرد. یعنی ما مردم متوجه باشیم که خط اینه. این 3 میلیون 5 میلیونی که تو تهران شرایط دیگه هم هستن و همشون گرم. آقا مردم ما، آقای دادرسا زر نزنید بشین گوش کنید، پاپالاهای خارج نشین، تل‌آویویا دارن فرار میکنن، تو تونل‌های وحشت میرن و نمیدونم جای امن میرن، مردم نمیذارن تو خیابون سوت میزنن، داد میزنن، خوشحالی میکنن. اینا هم باید توجه کرد، تفاوت رو متوجه. اما بازی ایران چیه؟ باید چی باشه؟ من نمیگم، من میگم چیزی که میفهمم، حدس میزنم که اگر رسیدیم به این نقطه عطف دیگه یه پا دو پا نکنیم. با دیپلماسی الان میخوام خطر جنگ رو رفع بکنیم،
میخوام به جهان ثابت بکنیم که بدونم آمریکا خیلی پیمان شکنه. از این حرفا گذشته. الان از این حرفا ما عبور کردیم. ما میخوام بگیم خیلی پرنسیپ داریم، خیلی آدمای منطقی هستیم، ما خیلی به آقای گروسی این یارو چیه احترام قائلیم. الان از این مرحله ما گذشتیم. اون وقتی که خودش میخواد دیوانه نشون بده، ما باید خودمون رو کله خر حالا باید نشون بدیم. سید قطر بغلیش، امارات و قبرس، بازنی کجایی همون تنگی هرمز، کجایی ما اتمی فتوای اسلامی کیلو چنده؟ یه پرانتزی باید باز بکنیم. آقا علی حکومت داری هم نمیخواست، میدونید یا نه؟ خودتون به ما یاد دادید دیگه. زمانی که عثمان رو زدن سر نماز درازش کردن، علی حتی مخالف بود دیگه، علی ابن ابی طالب. مردم ریختن آقا ما میخوام به تو بیعت بکنیم. آقا برید دنبال کارتون، نمیخوام. اصرار اصرار اصرار. آقا نمیتونید. اصرار اصرار اصرار. قبول کرد. دو، تو جنگ صفین داستان قرآن رو به نیزه آوردن دیگه، داستان امرا، اینا رو خودتون یادتون ما دادید دیگه. حالا ما به خودتون یادتون میاریم. گفتن آقا اینا دارن میگن حکم الله حکم الله. گفت کلمات الحق یراد الباطل. گفتن آقا اینا دارن میگن حکم الله حکم الله. گفت کلمات الحق یراد الباطل. گفت آره میدونم کلمه حقی رو میگن اما اراده باطل هست. گفت انا قرآن ناطق، بقول خودم قرآن ناطق خود منم. گفتن آقا اینا دارن میگن حکم الله حکم الله. سوال آخرش علی قبول کرد، مذاکره رو قبول کرد. اشعری رو فرستادن اونجا که قالش لغویه رو سیاش هم کردن. درسته یا نه؟ مردم همونایی که به علی تمکین کردن، علی قبول کرد با اینکه موافق نبود، رفت اجراش کرد. آقا مردم برام میگن هسته‌ای قرآن. عزیز من، اگر ما سلاح هسته‌ایمون رو داشتیم یا داریم علنیش میکردیم، میتونستن سلامی رو بزنن؟ میتونستن. آقا اینا رو باید جواب داد دیگه. ما فتوا دادیم و یه سری داشتن انقلابی نماهای ما فکر کنم خیلی حرف گنده ای رو میزنن، فیل دارن بلند میکنن. عزیز من، این فرمانده ها رو زدن. میدونم جمهوری اسلامی هم فرد بهتر نیست اما بالاخره زدن دیگه. سلامی رو زدن، سلیمانی رو زدن، اینو زدن اونو زدن. این بزرگان عزیز ما روحشون شاد. ما بیایم بگیم آقا ما دوباره سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دوباره بمب اتم نیستیم. بابا ما تو این دنیا این مگه بغل خونه ما، بغل کوچه ما، بغل کشور ما انسان‌های تراز نوین مکتب اسلام اگه توش هستن آقای خامنه‌ای بسیار نازنین چیان؟ بغل میاریم چه میدونم ارتش نیتو هست تو ترکیه. کشورهای دور و برمون رو بشمارید کدوماشون آمریکا تو اونجا حضور ندارن که ما میخوایم وسط در این جهان خیلی خودمون رو آنچنان نشون. حالا بانکداریمون بماند، راندخاریمون بماند، ظریف هامون رو نمیدونم ایکس و وای زد هامون رو مرعشی هامون رو بماند. لا اله الا الله. ما تو این دنیاییم، بازدارندگیمون باید بشه.
بازدارندگی این از قرآنه؟ مثلا فکر کنید نه بازدارندگی ما اینو بخونیم یا ما مسلمانمون میترسن؟ سلاحتو نگاه میکنه. واجبت بگم نگاه میکنه به سیستم دفاعی. بازدارندگی الان وقتشه، نقطه عطفه، بهترین شرایطه که توانمون رو درجه نه یه درجه، نه دو پله، کیفر ببریم بالا. یک، امپیتی باید بیه بیرون. مذاکره رو حالا با نرمش و قصه و فعلا منتفی کردن، اما قدرت رو نمیاییم، یه اعتمادی نداریم. امپیتی میاییم بیرون، تمام دوربینه ها رو در جا باید قطع بکنیم. برای چی؟ 3 امارات قبرس باید چوب تو آستینشون بکنی، باید شاخ بهشون بزنی. 4 فعلا نمیخوام تو اینجاش ورود آنچنانی بکنیم. ما نفوذی ها کیا بودن؟ 4 تا انگو رو برداشتن آوردن اینجا، خاکتون سرشون، سن و سالی هم نداره، 16 نفر برای اسرائیل داشتن دست و پا میزدن. گنده هاشو باید گرفت. اینا خورده ها، اینا مثل همان دستگیری های آقای اژه‌ای ما اکیفورا. برادر آقای رئیس جمهور سابق رو کارش نداره، آقای فریدون رو. ایران مال ها رو کارش نداریم. اون آقا نفوذ رو باید توجه کرد. مکان و جا رو رفته داده، یعنی کار اطلاعاتیش دقیق بوده. این حاکمیت الان تو فلان میشه، این حرفا نی. این حاکمیت سیستم ساز بوده و هست، یکی از قوتاش هم همینه. اینا رو باید توجه کرد. عزیز من، این فرمانده ها آقازاده هاشون یه سریشون جاسوسن. اینا برای پول ناموسی هیچی حالیشون نی. میخوای جاسوس پیدا کنی آقای اژه‌ای، آقای خامنه‌ای بسیار نازنی، آقا اینایی که میگن سرباز یه چیزی میگن، سرباز امام زمانی ها، بابا ولش کن. جاده شمال گازشو بگیری، ویلاها رو که ببینی خودت میفهمی کجا پیدا میشه. همون شده رفت. سرنخ و همین جاهاست. بری توی زندگی این جنایتکارهای زالو صفت اقتصادی پیدا میکنید، گارانتیتون میکنم. ببین به اسمم سوگن، اسم من علیه، به اون دستی که به کعبه خدا زدم سوگن، برید توی اینها، گارانتیتون میکنم که آدماشو پیدا میکنید که این بی‌ناموسای جاسوس کیا هستن. عوامل نفوذی که با اینا در ارتباط بودن و خریده شدن به دست همینا بودن. فکر کردیم میخوام با کار اطلاعاتی برسیم از دیوار یارو بریم بالا بکشیمش بیرون؟ همون داعش مایشیاری که وقتی میگیرید، یا این یارو کله برای توی سیستان بلوچستان رو برید بالای اونها، مطمئن باشید یکی از توی همون ویلاهای آنچنانی، پنتهاوس های آنچنانی که توی شهرهای مختلف ایران هست، هدایت کننده ها اونجا نشستن. به اونا که نمیپردازید که. عزیز من، نفوذ نزدیکترین جایش تو لایه ها تو کجاست؟ تو نزدیکترین دیدگاه به غرب دیگه. بابا به چه زبانی مردم بهتون بگن؟ یعنی که فکر میکنید این جریان غربگراها همشون نمیدونم به خاطر اینکه نماز میخونن یه روزی تو جبهه بودن؟ برادر گذشت اون موقع. تل و زبیرها رو ما تو تاریخ داشتیم. ارزال و باشایی مثل
لئون تروتسکی رو توی انقلاب شوروی داشتیم. پیونگیون میدونی کی بود؟ ببین بغل این یارو اسمش چیه؟ انقلاب چین آقای مائو ستونگ بود، جاسوس در اومد. دست راست و چپ لنین هم جاسوس در اومد زمان استالین. پوزش ما چیه؟ از توی هواپیمای آیت الله خمینی جاسوس در اومد، خائن در اومد. مگر ابوالحسن بنی صدر کی بود؟ بابا توی هواپیمای آیت الله خمینی اومد، زیر بغلش هم گرفته بود. دست رهبر بنیانگذار انقلاب رو هم میبوسی. وسط میدان جنگ ویل کرد دنبال یارو رجبی بیناموس طرف فرانسه. قدزاده ها رو ما داشتیم، شریعت مداری ها رو داشتیم. اون یاروی که دیگه جای مهر نمازش رو خودتون توی انگلستان و اسپانیا آوردید جلو تلویزیون که 4 تا عملیات هم ایشون وجود بود. ترکش هم خورده بود. بابا ترکش هم خورده بود. خواهد این حرفاش چیه؟ حجاری ها رو ممکنه نمیتونه تکون بخوره. اتاق فکرشونه. آخه نمیشه که همه چی رو ول بکنیم فکر بکنیم اتفاقی نمیفته. شبکه نفوس همین جاست. الان بهترین شرایط برای چه نقطه عطف رو کیفن به درجاتی کیفن، یعنی 1-2 درجه نه، بیاریم بالاتر. ما جراحی باید بشیم. آقای خامنه‌ای بسیار نازنین، حتما میدونید شما آپاندیس میدونید چیه؟ حتما شنیدید. صدا ضعیفه؟ همه شده اوکی باشه. حتما میدونی که آقا انسان یه چیزی سمت راست بدنش هم میگن آپاندیس. علم پزشکی امروز اثبات کرده که وجود یا بودن این به هیچ عنوان در هیچ سیستمی از بدن کمک نمیکنه. اینی که تو تکامل بیولوژیک ما در دوره ای این عنصر بالاخره در حوزه بیولوژیک ما تأثیری داشته رو فعلا ورود نمی کنیم. حتما داشته، حتما امروز نداره. برش میدارن. یه وقت ببینید به درد که میتون برش میدارن. آقا این اصلاح طلب های غربگرای این فرمی داستان آپاندیسنس آخه. آقا خانم اینو برش داشت. رادیو و تلویزیون دستشونه، دانشگاه دستشونه، انتشارات دستشونه، رئیس جمهور دستشونه، وزیر امور خارجه میشن، تو مجلس میرن میان، اقتصاد آنلاین دارن، اعتماد دارن، شرق دارن، کوف دارن، زهرمار دارن، معلم دارن، استاد دارن. ارزش‌های غربی اینا توی جاسوسی توشون در نمیاد. نزدیکترین جریان فکری، آماده ترین جریان فکری برای همکاری با دشمنان ایران تو همینا هستن به نام حق حقان. حرفای زرت و پرتای انسان زیبا کردم. مرتی که نه به اون گوه خوردنش توی ساواک گرفته، نه الان رسیده به این. حالا این یعنی کاره ای نیست
اونایی که تو کارهای اجرایی هستن. آخه این با نازکی که نمیشه. الان باید بریم امتحان بدیم. ما وقت امتحان 46 سال خوندیم، الان باید بریم امتحان بدیم. 46 سال، 47 ساله، الان وقت امتحانه. پنجه قرمز رو ببندی، امارات رو چوب تو آسینش بکنی، قبرس هم یه حال. خود این یارو هرون لقمه رو هم باید ببین شخ باید زد. این جاسوس های بیناموس و همکارهای داخلی رو هم یکی یکی یعنی وسط اونایی که زنده موندن اونجا یه سرش هم خود اسرائیل میزنه که رد پام نذاره، قول و قراره رو ولشون میزنه که رد پام نذاره. چی بیرون هنوز میخوایم مساهمه بکنیم و هنوز نمیدونم اخلاق مدار بشیم و الان دیگه یعنی حرفا گذشته. همه کارا قرار بوده که جنگ نشه، قرار بوده ما شروع کنند. آقا شده دیگه، یارو حمله کرد دیگه. اینجا نمیتونیم ما میخوایم حالا نقش مادر ترسا رو بازی بکنیم و مهربانی فاطمه زهرا رو برای دیگران نشون بدیم. یه فتوای مشتی باید بدی، مردم میخوان دیگه. تو شما قبول نداری، نوکرت هم هستی، نداشته باش. مگه مردم نمیگی؟ بازدارندگی باید داشته باشیم. آقا ما اخلاق مداریم، آقا توازن به هم خورده، گوهی نمیتونه یارو بخوره. کاری که کرده کار امنیتی بوده، کار تروریستی بوده، به فرم سالهای 60 رو امروز همین شکلی. از کجا میان؟ بیدر و پیکر بودن چیه؟ مرز همون هم هست دیگه. یه حمله موشکای خامنه ای با هایپرسونیک بالای 9 ماه تا 12 ماه رفت اونجا دیگه. اینترنت رو در جا قطع کرده. عروض الاوباش هنوز ولو هم توی نت. من نمیفهمم این کارا یعنی چی. بازی الان وقتشه، نقطه عطفه. از این نقطه عطف نتیجه گیری میشه کرد. بها داره، سختی داره، خونریزی داره، زایمان دیگه. ما داریم وارد یه مرحله دیگه میشیم. الان وقت کندنشه با همه عوارضی که داره، وگرنه باختی. فرزاسازی رو انداختن اگر ما بزنیم آمریکا هم حمله میکنه. بابا حمله کرده، چیشه حمله میکنه چیه؟ اسرائیل یعنی آمریکا. 1000 بار گفتیم، 1000 بار دیگه، اسرائیل خود آمریکا. فیلم هایی که راه انداختن که امنیتی بعدش بزنن دیگه. حرفا چیه؟ همه پرده ها رفته کنار، بالاتر از سیاهی دیگه به قول رنگ وجود نداره. هنوز هم میخوایم با دیپلماسی بریم جلو. نمیدونم تا وقتی که رژیم فلان ما حمله میکنه، اسرائیل حمله میکنه، ما مذاکره ای ضرورت نمیبینیم داشته باشیم. یعنی چی؟ مذاکره نداریم دیگه. تا وقتی که چیه؟ نداریم اصلا. صفر باید جلوش وایسه. بازی هایی که ایران داره بازی بزرگیه. پنجه عین الاسد، میگم عین الاسد، باب المندب ها، اینا روش اتوریته داره. اینا نباید احساس امنیت بکنن که یا باید بخواد کوری بخونه. اینجاست که ظرف انقلابی و غیر انقلابی اینا مشخص میشه.
با شعر و شعر. یه نکته ازش عبور بکن در تو ملیگرایی یه توضیح من بدم. توجه کنید چپ نمای در پیچی آشغال کله‌ای مثل راه کارگر و اقلیت و حسن حسام اون موقع که جوان بود کره‌خر بود تو زندان گریه میکرد. زندان زمان شاه رو دارم میگم. آقا پرتغال از این مرتیکه دیگه آشغال که میگرفتی به قول من حالش بد میشد. حالا نشسته اسهال نشسته توی رادیو دادم چیه برابری یوتیوبی میشینه زر میزنه برای خودش با بیننده مثلا 70 نفر. ما که نه سر پیازیم نه ته پیازیم یه برنامه میزنه آقا 200 نفر نگاه میکنه تو یه روز. یارو مثلا 2 ماه گذاشته نه 70 نفر نگاه نکرده. خب بفهم زر داریم میزنید دیگه. اینا مثلا میگن چپای ما. این جنگ ما نیست، این یک جنگ ارتجاعی بین دو رژیم ارتجاعی. بی برو تو چونم. مردی که جا که شما میگید مارکسیست هم هستید. وقتی که میگم یه مش جوجه خورده بورژوا حالا به مارکسیست میشن آخرش از توش همین اناگوها در میان دیگه. یارو تو مناسبات لاریجان کلوچه فروش حالا به مارکسیست رسیده. ضد شاه هم شده بود یه موقعی. با اون لحظه رشتی او مثل مارکسیست کی بلا میشه. مردی که خود یارو کارل مارکستون مارکس اینا که نه زمانی که چیز بود تحلیل داشت میکرد حالا به نوعی. حالا موقع که آلمانی وجود نداشت پروس بهش میگفتن. آقا یه جنگ بین اینا شکل بین فرانسه و حالا به نوعی آلمان گذشته پروس. مارکس میگه باید در مقابلش ایستاد. در مقابلش باید ایستاد. بالاخره حمله کرده به کشور. شما برید توی جنگ چی بود اسمش ژاپن علیه چین تو هولوهوش سالهای 1946 47 فکر میکنم. ببینید حزب کمونیست چین اون موقع همزمان که با حاکمیت اون روز در نبرد بود حمله وقتی که صورت گرفت و طرف ژاپن گفت الان در مقابل ژاپن باید ایستاد. ببین درک ها رو داشته باشه. من مش باقالی ببین چی دارن میگن. آخرش میگه چی؟ ما هیچ به ما ربطی نداره. او یارو ما دیگه تو فرانسه نشستید و تو انگلیس و استکهلم میشید زرا رو باید بزنید دیگه. اینا مثلا میخوام بگم ما مارکسیستیم چپیم ملی. ما کمونیست ها یه وقت دیدید حرف میزنن یک جوری دارن حرف میزنن آدم میگه پشتش 5 میلیون آدم وایساده. به وجدان تو سوگند من تک تک اینها رو اکثرشون من میشناسم. یک روز تو عمرشون کار نکردن. زندگی مستقلی از خودشون نداشتن. یعنی درآمدزا برای خودشون برای بچه‌شون. الان اینا که اکثر جدا شدن احمقا. یارو نه زندگی درستی داره نه اخلاق درستی داره نه تفکر داره. یه مش آدمای انگل اجتماعی آویزون انخور بورژوازی. جایی که بورژوازی به قول معروف تو دهنشون بذاره مجانی بکنن علیه ایران حرف بزنن. این کشورها این دولت‌ها میشن دموکراتیک. انخور اونان دیگه. وطن فروشی اینجاست. و کشور ما به سرزمین ما هر کی زیر هر پوشی میخواد باشه زیر پوش خدا هم باشه حمله کنه خداش هم حمله کنه محکومه. گفتار این مش اردنگ برای ما بودن ادای چپ در میاره اطلاعی میکنه نه این جنگ ما نیست. خب بشین ما میگه قبلا شما مثلا چیکار میکردی؟ نشستن اونجا ما اسرائیل رو محکوم میکنیم حماس هم محکومه. دستگاه ها همینه. حماس میشه ارتجاعی حزب الله میشه ارتجاعی اسرائیل. بابا احمد این اسرائیل هم که هر چی تو بگو حماس تو بزن به ما فوش بده. اشتون سرتون کنن. پای مش هرزگوهای مثل رجوی باند رجوی و لجنهای این شکلی دیگه
اینا هم همینه. فکر کنم از به قول معروف توی این مسائل برای اینا آبی گرم میشه. یا اراذل اوباش‌های شلاق زن جسدکش‌های چیه زمان شاه، بچه ساواکی‌ها یا نمیدونم رضا پهلوی، یارو دیگه دخترش هم انداخت زیر به قول معروف چیه صهیونیست‌ها. برای اینا چیزی آبی گرم نمیشه. تو چی در نمیاد، مثل روز روشن با ما هستیم دیگه. الکی که دیگه موها سفید نشده، آشغال شناس خوبی ما هستیم. به هر حال یارو این کاره هست یا نیست رو خوب میشناسیم. حالا این حرف رو تو خالی با فکر کردم چه خبره. اما بیشرفی اینها، من این بلازی زبان فارسی چون صحبت میکنن دوم تکون میدم برای چی؟ برای جنایت هایی که یک کشور دیگه سگ زنجیری آمریکا علیه مردم مظلوم ما، کودک های ما، عکس و فیلم ها رو ببینید، وجدانی کسی داشته باشه نمیتونه ساکت باشه. هزاری هم که با این حاکمیت مشکل داشته و داره نمیتونه از حمله اجنبی به سرزمینش دفاع کنه به هیچ وجه. این یعنی ظرفیت. بعد یه مش آشغالی که میگم مثلا اینا تو از حاکمیت تو زندگیشون یک روز سخت رو نداشته. همیشه فکر کنم مثلا رضا پهلوی چی بوده؟ مثل از کوههای اورست میرفته بالا، از کوههای الوند چه میدونم دماوند میرفته بره اون وارد کجا بشه، وارد یک کشور دیگه بشه. نه بابا، تو هواپیما نشسته، آتاری هم دستش داشته بازی میکرده میرفته با بابا و مامان با پولای دزدی شده این مملکت خارج. ما بکنه حالا روز اینا مگه دلش برای مردم میسوزه؟ بمباران میشه. اینا آزمایش های تاریخی است. ایناست که میمونه، ایناست که در خاطره و حافظه همه ما مردم میماند. چه کسانی به وطن خیانت کردن، به این سرزمین خیانت کردن. چرا رجبی خودشو قایم کرده، پنهانی کرده، خیانت کرده. هر کسی که به این وطن خیانت کرد مردم نمیبخشهش. اونایی که تو کردستان، اونایی که اطلاعات میدادن، کله سرباز و بسیجی میبردن، دینا را کلاشینکوف میگرفتن، مردم فراموششون نکردن. عدم فراموشی یعنی چی؟ عدم حمایت. بشینن از اسرائیل حمایت بکنن، تو دلشون، ته دلشون خواهان حمله بیشتر باشه. قصه اینجاست. اینا مرزه. یعنی هر اختلافی با هر حاکمیت آدم باید داشته باشه، چه امروز چه فردا، نباید منجر به خیانت بشه. حتی زمان شاهش نباید با عراق کسی همکاری میکرده. واضحه. فدایی‌ها، مجاهدین آقای حنیف نژاد ها میکردن، امکانات یعنی میگرفتن. کار غلطی بوده. ما با شاه مخالف بودیم، اما نه اینکه وقتی که بحرین رو شاه در اختیار انگلستان میذاره تا اینا بگن این کمه، تنب کوچک و ابو موسی و اینا رو هم باید بگیری. این یعنی رذالت. این یعنی حداقلش میتونیم بگیم نداشتن فهم سیاسی درست و ملی که اینا بودن دیگه. حالیشون بود اینا مسئله است. وطنمون تعرض که میشه ما تمام قد با همه اختلافات
فعلا پشت در میمونه. از وطن باید دفاع کرد. من قبلا گفتم، من قبلا میدونستم اینو، برای قبلا، ولی الان باید چه کار کرد و توجه. همین الان مسئولیت ما اینه که زیر بمباران خبری خم نشیم. فقط تکیه نکنیم بیار اومد من اینجا 4 تا بمب زد و 4 تا عملیات ایذایی کرد. توی اسرائیل پادگانه، نظامی هن اینا، منطقه کوچیکه، مگه میشه بالستیک 9-12 ماخ بره اونجا 4 نفر فقط پلیشون شده باشه که یکیشون 2 تاشون زخمیه، یکیشون حالش مجروحه، 3 تا دیگه یکیشون زخمی، یکیشون سر پایی گفتن طوریمون نی. خب اونجا خبر رو کنترل میکنن، اخبار رو کنترل میکنن، رسانه کاملا زیر نظره. ایران نیچه هرچی و هرچی حساب کتاب نداره، هم پادگان کوچیکه. برای همین نمیشه تمام اخبار و اتفاقات و رویدادهایی که اونجا میفته رو مثلا ما آگاه باشیم تا بفهمیم میزان خسارت اینقدر بود، اینقدر بود، کجا رو زد کجا رو نزد. دقیق ما نمیدونیم. ایران اعلام میکنه که کجاها رو زیر ضرب قرار داده، خب اعلام که نمیکنه که. یعنی خبرگزاری های داخل اسرائیل مجازاتشون میکنه. آقا توی زنداناشون مردم شادی کردن، گرفته باید تو انفرادی که بچه شادی میکنه. به حالا اینا رو باید توجه کرد. اما باید خوشحال بود با همه رنج و سختی که داره، مثل اون تولده، مثل اون به دنیا آمدن جنینی که رو تبدیل داره به کودک شده، باید بیاد توی دنیای جدید. اون الان اون لحظه است، درد داره، رنج داره، بمباران هم داره، مسائل این شکلی هم داره، اما نقطه اصلیه. این نقطه رو توی 47 سال آورده، این نقطه الان رسیده، ازش عبور میکنیم. مطمئنم ایران سربلند میمونه و خواهد موند. این دوران هم از این حرفا گذشته دیگه، دورای آخره اینجاست. اگر میشه از نواقص، از ضعف هامون هم صحبت کرد. الان وقتش نیست که آقا در تو روسیه، در تو چین، در تو اون، در تو این. الان ما مردم ایران اینو باید خوب بفهمیم که وارد یک فازی شدیم، تمام اون توهمات گذشته سر آمریکا، اونایی که داشتن بشه کنار، توی دنیای جدید باید فکر کنیم. باید سفت قوی تر از گذشته مشت آخر رو باید بزنیم. اعتقاد دارم، مطمئنم مردم ما خواهند زد با همه سختی هایی که داره میزنن. رهبرش هم علی سید علیه دیگه، حرفی رو نزده که عمل نکرده باشه. الان بهش میگیم سید، امارات و قبرس رو داشته باشه. الان وقتشه. برای اینا آرامکوه. آقا قربون همتون، شب و روزتونم خوش، هر جای دنیا هستید پیروز و موفق باشید. یاد و خاطر تمام عزیزانی که تو این 1-2 روزه به به طور ویژه به شهادت رسیدن گرامی باد. خون اونهاست، جان اونهاست، وجود اونهاست که این سرزمین رو نگه داشته و خواهد داشت. حالا این آقای مرتضی محیط ما دوباره نشسته تو این تلویزیونش کری میخونه.
واقعا دلم نمیاد. پیر مردم هست همینجوری داره میریزه، حالا دیگه ما قول معروف نزده با قول معروف داره میفته، اونم نشسته حالا یه نوعی داره کری میخونه، بعد اکی هم فاش میاره، نیویورک تایمز. حتما باید یه سایت بالاخره یه ذره آمریکایی انگلیسی قاطیش باشه که مثلا اعتبارش رو بیشتر بده. این هم یکی از تروریست‌های ما بوده که نبردمون پریده اون و رفته خارج از کشور، به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی هم پی برده توی چی؟ لاس وگاس، توی مطب درس پزشکیش. ما دوست هم داریم، رفیقمون هم همه اما خب با رفیقمون هم رک صحبت میکنیم. آقای مرتضی محیط‌ها آرام، کاری که نمی کنید که حالا دیگه با قولی برای معرکت گیری رو بذارید کنار دیگه. ما میدونستیم و همونی هستی که میدونستی دنبال کون رجبی هم بودی آقای محیط افتاد و همون قدر مارکسیست رو درست فهمیده بودی که دنبال کون مسعود رجبی افتاده بودی ها. همون قدر ملی گرایی رو میفهمیدی که دنبال کون مسعود رجبی بنی صدر افتاده بودی ها. تعدادی هم نیستن اینا، چیه کار چیه سازمان کار جریان ساز اینو نیستن که یه نفر برای خودش داره کارهای فرهنگی میکنه. اوکی، شما همونقدر خوب میفهمیدی که دنبال کون خاتمی هم بودی ها. همونقدر میفهمیدی که دستبند سبز هم فهمیدی جنبش سبز. به اوناش کار ندارم، بعدش اومده گفته آقای فلان به ما غلط کردم اشتباه کردم فلان. اما یه بار دیگه اینجا هم میرسه یکم محکم حرف نزن آخه. آقا تو تماس اجتماعیت مگه چقدره با مسائل که اینقدر خوب میخوای بگی میفهمن؟ در میان توده ها هستی، در میان زحمتکش ها هستی، سختی دشواری زندگی در داخل ایران رو میدونی، اینقدر محکم حرف نزنید آخه، بعدا شرمنده میشی. بشی کتاباتو ترجمه کن. بالسویچی تو ادامه بده فعلا. مارکسیست های اونجوری اون به من گفت بالسویچی. خودش من دوستش هم دارم، ترجمه تو بکن. تو یه بار ما ندیدیم یه مقاله از یکی از ایرانی‌های خودمون بخونه، همش باید بگه نیویورک تایمز اینو گفت، سر مقاله نمیدونم واشنگتن تایمز اینو گفت، ببینم آنتی ورد اینو گفت. بس کن این سایت تو داخل ایران ما داریم، خودمونه نویسنده‌های قوی رو داریم، اونا رو حداقل باید بیاید ما اینا رو باید بتونیم چیکار کنیم، بولدش کنیم. پالسویچی کی میشناسه تو ایران؟ حداقل با مومنیه رو چیز بگل معروف که میشه تا حدودی در حوزه اختصاص سیاسیش تا حدودی باز توجه کنیم. حرف بدی نمیزنه، اینا هستن و حسینی هست، دیگران هم هستن. هی میاد میگه من سرمقاله های داخل ایران رو خوندم، هر وقت میخواد تو سر ما ایرانی های ما بزنه هی میاد میگه اعتماد. و همش که اعتماد که نیچه، همش که اقتصاد آنلاین که نیسته، همش که دنیای اقتصاد که نیست، که همش که نیلی نیست که. خب هستن، دیگران هم هستن. چرا اون مقالات خودمون رو یه بار روش بشین، اونا رو روش کار بکن. حالا به فهم و درک مارکسیستی من فعلا نمیخوام بپردازم، اذیت میشید اکثر شما. من در رابطه با اینی که درک اینا خورده بورژوازی هست از اسلام، از مارکسیسم بهتر از این هم در نمیاد. آخه اینا توی مناسباتی بزرگ شدن، به قول داستان این بوده. بعد حالا یه رسیدم به مارکسیسم، بعد مناسبات هم حرف میزنن. خب اگه مناسبات مبناست، تفکر تو مناسبات نمیتونه به مارکسیسم برسه، و اگر بگی چی هگلی بچینی
فکر رو بالاتر از مناسبات بذارید دیگه. وقتی بالاتر از مناسبات بذاری حزب پیشگامه میشه مبنا. ببین کجاها رو من دارم، فلسفه است دیگه، به هم ریشه داره، شاید متوجه نشیم چی داریم میگیم. میرسیم به سرنوشت همین کژکلاهای چپ نما. به ظاهرم میگم ماتریالیستیم، تهش بری یارو آقا منو با خود ایدالیست های یه سورم زده. مناسبات معیار نی، فکر مبنا میشه، سازمان مبنا میشه، کارکرد داره، بیرون از طبقه میشه رهبر دیگه. ضرورت نداره من کارگر باشم، زحمتکش باشم، میتونید دانشمند باشم اما ایدئولوژی تراز نوین مثلا طبقه کارگرم داشته باشم. به اندیشه اینجوری اصالت میده. این اندیشه از کجا، از تو کدوم ظرف اومده نمیخوام بگم، اگر بخواد توجه کنه نمیتونه همچین چیزی رو بگه. تو ظرف مناسبات فرزن سنندج مهابان با اردک و بزغاله و گوسفند و سر و کار داری، چی داری صحبت میکنی تو؟ ایده ترین مناسباتت این بوده دیگه. تهش من چی بشی؟ مهتدی علیزاده قاسملو بشی دیگه، ادامه این نوکر صدام میشی. الان مثلا چی باید بجای سوت بزنی هورا بکشی برای اسرائیل؟ گروه های دیگه هم همینن ها، همین داستانو دارن. قصه های اینا اینه. الان آقای مرتضی ماهی رو نمیخوام مقایسه با این تیپ بکنم، انسان خوبیه اما ایشون متاسفانه هر چند وقت یه بار دوباره یه زیگزای عجیب و غریبی میزه. الان رسیده به این که اینا هم شدن برای ما کریخون که خودشون در مقابل تهاجم تجاوز امپریالیستی قرار ندارن. عزیزان اینا تو لس آنجلس و هاوایی و چه میدونم جزیره قناری و اون یکی گفتم آقای دادرس پاریس میلولن و حالشون رو دارن میکنن. بعد یه دفعه اینجا مشتبه میشه که خیلی میفهمم، بعد اهانت میکنن. گوه میخورید شما به مردم ایران، به کسانی که اندازه فهم و عقلشون شعورشون توی جبهه ایستادن، خط مقدمن. خفه شون فرامرز دادرس گوه. یارو کلید واژه یارو پسره هخامنشی گذاشته اونجا، میگه ما ملیگرایی. میگم مثلا ملیگراها ایران رو نگه داشتن. من نمیخوام توهین بکنم، مثلا بچه قرتی اینا با ایدئولوژی دارم اردشیر و کوروش و چند نفر تا تونستن ایران رو نگه بدارن توی 500 ساله اخیر، تو 1000 سال، 800 ساله، 900 ساله اخیر. چند تا از این کوروشی ها، ایران باستانی ها جلوی مثلا چه میدونم دشمن های ایران ایستادن. چند تا تون هست آقای امیر احمدی پروژه آبان آوردین، مسعود آذر همونجا هم ایستاد، چون آذر مؤنثه. حالتون رو نمیخوام اینجوری بگم، شرابتون رو میخوام زرت تا پرت میکنن. هر کی انی برای ما شد ملیگرا. ملیگراشون چیه؟ قرب دیگه بابا، زر دیگه نزنی. کوروش پوروش برای ما میکنن. برای کوروش زنده است. آقا الان تو این 1200 ساله مسلمان ها این مملکت رو نگه داشتن. 800 ساله اخیر این شیعیان ایران رو نگه داشتن، ایران رو نامش رو برگردوندن، زبانش رو همینا برگردوندن. کوروش کیلوشنده. میتونید چون داعش وایسید بگیم آقا کوروشی هم هستن، وایسید نریم. آقای خامنه‌ای سوتون نزنید، وایسو. بچه های کوروش، بچه های هخامنش، عشقای فردوسی، بیایید داریم میریم، شما وایسید جلو ما دنبالتون بیایید. شرابتون رو بخورید بابا. مش بچه قرتی مد شده. ما کوروش منشان
ایران پرستان. ایران دوستی به این فرم نی که تو برنامه یکی رو برداریم بیاریم به فرمانده هایی که جونشون رو دادن، روحشون رو دادن، جسمشون رو دادن. یه شافکونی به نام فرامرز دادرس بهشون میگه پوفیوس. یه انی به نام امیر احمدی هر چه دهنش در بیاد فکر می‌کنه سر مسترا به سر این مردم و سر این بچه‌هایی که جونشون رو دادن بریزه بدونی که پاش یه دونه پونس رفته باشه. کلید واژه این ما من ریدم تو اون برنامه‌تون. حالا بچه خوشگل اونم ریشه برام اونم سفید و چند سالشه یارو انیش هنوز به قول معروف صفر نشده، شاشش هنوز زرد نشده. برای ما شدن ملی گرایی به نام ایران. اصلا این میشه ملی گرایی. آقا مخالف میتونی باشی اما یه چیزای آقا اینو فرمانده ها رو داره بهش توهین میکنه، گوه میخوره. این کسی که پیشینه گذشته چی بوده؟ دربون پادگان اشرت آباد بوده. فرامرز دادرس جاکش هر چه دهن لجنش در میاد میره اینا میگه فکر کنم ما بچه ایم. این بچه کونی زمانی که انقلاب شده 20-21 سالش بوده، 22 سالش بوده، 57 یا 22 سالش بوده. یه جوری داره صحبت میکنه که بغل نصیری بوده و بغل نمیدونم اویسی بوده و بغل نمیدونم جهان گوه خورده. این گوه رو من میشناسم کیه. نباید بین اجازه داد اینجوری به این شرایط فرمانده هایی که تیکه شدن اهانت بکنه، بعد بگی اینا زر داشتن میزنن، لاف داشتن میزنن، گوه میخوره. اون دهن رو باید بقولم درمونش خورد کرد. برو بیرون دنبال ملیگرایی. ما تازه ملیگرای شاپور بختیاری که به ایران خیانت کرده. این داستان اینه عزیز من، اینه دیگه. اینه هر در وقتی یه بار در دیگ بازه دیگه، هر کی برکر که ریخته توش. حیامه هایی وجود نداره که موده کجا میشه مایه در آورد. الان هم چیه یوتیوب بازی شده به قول خودش یه بیزنس. اگه من این فرمی حرف بزنم چون آقا ساپورت و دهنده خودمه. آویزون کسی نیست معلم بشه برای ما این فرمی حرف بزن. ما با رئیس جمهور آمریکا مواجهیم که یارو شلوارش میکشه با این حواله میده به رئیس چه بدونم دانشگاه هاروارد و تا یارو کالیفرنیا فوش و دنیا این فرمی این اخلاق مدارهای نزاکت پیشه آخرش که غربگرا هستن این داره که نشونشون میده. نمیدونم لگی گردنشون نمیزنه بیرون، کودک کشها رو جنایتکارها رو گردنشون نمیزنه بیرون. برای ما اخلاق مدار میشن. معشوقه های اونها صداش گردن کلفتیش رو برای ما میارن. حرفا نیست، خوشتون هم نمیاد. ما که کسی نیستیم که ما یه برنامه کوچکی داریم، گوش نکنید نبینید دنبال کارتون وصلید. حرفا چیه؟ یه جایی باید درست واسه تو یارو هولش داد عقب. مردی که تو چیکار حسن هستی؟ تو گوه میخونه هر چه در میاد به مردم مظلوم تو داخل ایران میگی زیر بمبارانا تو قلب لس آنجلس میدونم پروژه آبان آوردی. اینا همه کثافتکاریشو با توییتر پارسی و میدونم آقای ظریف داشت یه موقع چونه هم میخوردی به فکر الانم بعد میبودی. حالا برای ما یه جا میشه عدالت طلب، یه جا چی میشه، یه روز اینوری میفته یه روز اونوری میفته، جایگاهش هم نمیشناسه. معلومه که نباید عقلشو به شماها بده. که تو لس آنجلس چی کار میکنی؟ آقا قربون همتون برم، مواظب خودتون باشید. شب روز بر همتون خوش. تا برنامه دیگر شما همه دوستان به خدای بزرگ میسپارم. یاد شهدای عزیز دیروز و امروز در آینده همیشه جاوید باد، گرامی باد.
درود بر همشون. تا برنامه دیگر. هایپرسونیک هم که گفتیم برای میاد، خوبش هم داریم میاد. خیلی عالی. پیروز و موفق باشید.